انما المؤمنون اخوتون، تمام مسلمان ها برادر هست و به هزارها علما در پاکستان همچنین میگه. چرا با ما همجواری برادری نداری؟ اگر مبحث تروریسم هست، چند روز قبل سالگرد 2 دهه بودن اشغال امریکایی ها به افغانستان پره شد. آیا از حریم پنجابستان توپ و تانک تیاره امریکایی ها به افغانستان نیامد؟ در طول 20 سال حضور نظامی 47 کشور تمام تجهیزات بیجا نیامد؟ اما رهبر همون گروه پیره که امریکایی ها به سه اصل به افغانستان آمدن: حکومت ملت سازی، مبارزه با تروریسم، محو مواد مخدر. رهبر همون گروه در هیبت آباد شرک استخباراتی پنجابستان گفت از بین رفت. پنجابی ها چند ماه قبل مقام اول در کشت مواد مخدر را گرفت که تبریکشان باشه. در مبحث تروریسم پروری در هفته گذشته چند رهبر گروه های هراس افغان در کشورش مورد هدف قرار گرفت. پس وقتی که جهان به طرف پنجابی انگشت خود دراز داره، حال او به طرف ما باز نشانه میگیره.